ایشون چون خیلی حرفای زد و نقیض میزنه، خیلی نمیشه رو حرفایشون تحلیلی کرد. حتی من تحلیلگر نیستم، ولی به همون حدی که مثلا دنبال میکردم اخبار رو، متوجه شدم که ایشون رو نمیتونم معیار قرار بدم. یعنی یا بخوام بترسم بر اساس حرفاشون یا بخوام تصمیم گیری بکنم. ترجیحاً سعی میکنم اخبار رو به صورت کلی دنبال کنم، نه یه صحبت یک شخص، حالا هر کی میخواد باشه. کلا متد آمریکا دیپلماسی فشاره دیگه، یعنی میخواد بگه که من دیپلماسی برخورد میکنم با موضوعات ولی تحت فشار. اول کشور تحت فشار قرار میده، بعد میاد میگه که حالا بیا دیپلماسی کنیم. یعنی یه جورایی میشه گفت زورگیریه. در وهله اول که من جنگو در واقع خوب نمیبینم. اگه ما بتونیم مذاکره داشته باشیم که برنده مذاکره باشیم 100% مذاکره. چون جنگ واقعا تبعات خیلی بدی داره برای مردم، برای همه. به نظر من مذاکره بهتره. ولی بازم میگم اگر مذاکره باشه که برندش ایران باشه.